خیلی اتفاق عجیبی افتاده برام، یعنی باورم نمیشه. نمیدونم چجوری میشه. ببین تصور بکنید که یه کسی که همین عمرش مثلا به خدا باور داشته، نماز میخونده، روزه های عجیب غریب، نه روزه های معمولی، مثلا نگم خشک مقدس، ولی یه کسی که خیلی مقید به احکام دین و اینا، به مثلا همین چیزایی که از دین همه میدونن دیگه. اولیش نمازه دیگه، حالا مثلا دیگه چیزای دیگه هم هستش، نماز و روزه و این چیزا هست دیگه. کارهای خیر و کمک مالی و جانی به دیگران و مهربانی هم. به فکر بقیه بودن و الان اذان گفتن، اذان ظهر طبق عادت پیشین. ببین من گفتم، حالا مثلا بحث اینجا صحبت شروع شد که گفتم خیلی اتفاق عجیبی افتاده واسم و اینکه دیگه نماز نمیخونم. ولی خب این خیلی ناگهانی اتفاق افتاده تو زندگیم. البته مثلا تو دوره هایی که یادم تازه دانشگاه قبول شده بودم، یعنی تو 18 19 سالگی هم یه بار چنین تجربه من داشتم که وقتی رفتم دانشگاه یه جور وارد فضایی شدم که مثلا یه سری محیط های متفاوت اجتماعی رو تجربه کردم و با آدم هایی مثلا رفت و آمد داشتم که دیدم که اونا مسلمون نیستن. مثلا فکر می‌کردم قبلش مثلا تو ایران همه مسلمونن، مثلا داشتم آدمایی، مثلا دیدم آدمایی که مثلا نماز نمیخونن و نمیدونم اهل مثلا مذهبی نیستن و اینا، ولی باورم نمیشده. ولی خب از نزدیک مثلا توی دانشگاه اولین بار یه همچین فضایی رو دیدم و مثلا گفتگو کردم با آدما بیشتر و شناختم. این تاثیر رو گذاشته و باعث شده که یواش یواش مثلا دیگه مثلا نماز نخونم و احکام دینی که قبلا تو نوجوانی من انجام میدم و ندم دیگه انجام ندم. ولی الان این دفعه فرق داره، یعنی من خیلی مقید بودم یه دفعه و تو یک روز تو پست قبلی گفتم که چجوری این اتفاق افتاد که داشتم نماز میخوندم و یهو حس کردم که انگار دارم مثلا انگار اون کسی که دارم باش حرف میزنم، یعنی خدا انگار نیست دیگه. حس کردم مثلا کسی نیست که بشنوه اینو. کسی هم گفتم منظورم خداست نه آدمای دیگه. حس کردم مثلا هیچ کسی دارم انگار دارم یه کار عبث انجام میدم و وسط نماز ول کردم و دیگه از اون لحظه به بعد الان چند روز میشه که من نخوام. بعد الان اذان گفتن و طبق یه عادت پیشینی گفتم ای اذان گفتن چه خوب. بعد کاری هم نداشتم، خب گفتم آخ جون با دام نمازمو بخونم. بعد یه لحظه این احساسه رو با این شخصیت جدیدم دارم میبینمش که ای آخ جون الان کاری ندارم با دام نمازمو بخونم چه خوب. بعد بهم یه احساس خوشحالی داد که میتونم برم الان نماز بخونم. خب بعد دیدم اون احساس خوشحالیه از اینه که الان وقتم خالیه میتونم برم نماز بخونم، اصلا ربطی به خود نماز نداشت. ولی هیچ، همین. خیلی تجربه عجیبیه که یک باره یه آدم باورش رو به یه چیزی از دست بده و نیست بشه اون چیز. اصلا نمیدونم چجوری میشه، اصلا انگار که هیچ وقت تو زندگی من مثلا باورهای دینی نداشتم، اینطوری عملا انگار یه تصمیمی باعث شده یا اینکه اصلا نمیتونم تحلیلش کنم، نمیدونم چجوری این اتفاق میتونه بیفته. معمولا این اتفاق اگه بخواد بیفته به تدریج میفته، یعنی مثلا آدم یواش یواش یه چیزایی براش کمرنگ میشه، بعد چون یه تجربه مشابه اینو داشتم قبلا ولی خب این خیلی فرق داره و هیچ، همین. و فرقش هم خب همین رسیدن به یه باور جدیده اصلا. یعنی اینکه مثلا وقتی با خودم فکر میکنم که میخوام تحلیل کنم چجوری ممکنه که آدم
یهو باورش از دست بده، دقیقا مثل دیدنه. میدونی مثلا وقتی آدم یهو یه چیزی رو ببینه باور میکنه. مثلا فکر کنم من هی به تو بگم بابا پشت این دیواره مثلا فلان چیزه، بعد تو میگی برو بابا فلان، بعد خودت میری میبینی، یهو میبینی هست. همون لحظه که میبینی باورش میکنی دیگه، نمیتونی انکار کنی چون دیدیش. خب حالا منم این نیستیه رو یهو وسط خود نماز خوندن دیدم و دیدم که هیچ خدایی نیست که بخواد ببینه اینو. قبلا نمیدونم چه جوری مثلا به خودم اجازه نمیدادم، میترسیدم که بذارم کنار. ولی یا شاید اون تعریفی که من از خدا داشتم اشتباه بوده، نمیدونم. شاید خدا مثلا شاید باشه، ولی اونجوری که من فکر میکردم خدا هست اومد بعد وایستم باهاش حرف بزنم، بعد صدامو بشنوه، بعد جوابمو بخواد بده، بعد این صدا شنیدنه، اینکه صدامو میشنوه مثل یه آدم، مثلا فکر میکنم یه آدمه صدامو میشنوه، اینجوری بوده قبلا. و فکر میکردم اگه الان باهاش حرف نزنم میگه این کو چرا دیگه نیومد نماز بخونه، بعد بعدا بخواد منو بازخواست کنه به خاطر این. بعد حالا میبینم مثلا حالا ممکنه واسه باشه مثلا چه بدونم بگن آقا این جهان نشانه های خداست دیگه. خب باشه، اصلا بر فرض که این جهان نشانه های خداست، نماز چیه اصلا این حرفا چیه میزنی؟ بعد مثلا مگه خدا اگه باشه کسی که همچین جهانی رو خلق کرده مثلا محتاج اینه که من بیام وایسم نماز بخونم؟ وقتی من خودم دیگه باور ندارم به اون کاره، دیگه چه دلیلی داره خوندنش؟ وقتی خودم میبینم نیست، کسی نیست که بخواد این حرفا رو بشنوه، یعنی نمیدونم، شاید نمازی باشه، شاید خدایی باشه، ولی اینجوری که من فکر میکردم نیست. و قطعا مطمئنم، میدونی، چون من این باور رو، یه باور کاملا کلیشه‌ای و عامه، این باوری که من داشتم همون باور است که خیلی‌ها دارن و من مطمئنم که خیلی هم همینطوری هن. و بدون اینکه درکی داشته باشن از اون کسی که میبینن، از اون کسی که دارن میپرستنش، وای میسن و مثل میمون میپرستن و یه عملی رو مثل میمون انجام میدن بدون اینکه بدونن چیه. مثل توتی، واقعا مثل توتی. میگن مثلا خیلی از آدم هم هستن که مثلا میگن آقا توتی تشبیهیه، که مثلا میگن آدمایی که یه کاریو ناآگاهانه انجام میدن بهش میگن خب کار توتیوار، میگن مثل توتی انجام میده اون کار. ولی خب واقعا مثل توتی انجام میدن خیلی آدما. یعنی منم همینطور داشتم مثل توتی این کارو میکردم. الان یاد یه حرفی افتادم که میگفتن که مثلا به حضرت علی گفتن که تو مثلا این خدایی رو که ازش حرف میزنی، که مثلا میپرستیش، ازش حرف میزنی، میبینیش؟ بعد حضرت علی جواب میده که میگه من کسی رو که نبینم نمیپرستم. پس میدیده. خب حالا با استناد به همین حرفه، آقا اگه من کسی رو نبینم، اگه کسی رو نمیبینم، حالا فرض کن من کور باشم، مثلا خدا باشه من نبینمش، خب ولی وقتی نمیبینم چی رو بپرستم؟ این کار احمقانه نیست؟ واقعا احمقانه است. خب یه چیزی که آدم نمیبینه، میدونه که نیست، مثل دیوانه، مثلا یه دیوونه چجوری وای میسه جلوی دیوار حرف میزنه؟ خب خیلی از کسی که نماز میخونن واقعا همین جوریان. چرا میگم خیلی‌ها، نمیگم من این اتفاق واسم افتاد؟ چون منم اون باوری که داشتم همون باور است که الان خیلیای دیگه دارن با اون باور نماز میخونن، روزه میگیرن، مسلمونن. حالا نمازو دارم یه مثال کلی میزنم، کلا اصلا احکام دین اصلا یعنی چی؟ آقا مثلا برای چی مثلا آدم باید مثلا خمس بده؟ اصلا یعنی چی؟ و کی بیاد تو زندگی بگه نه باید تو مثلا خمس بدی، باید روزه بگیری، باید مثلا حجاب داشته باشی، باید مثلا همه احکام دین. مثلا فرض کن من مثلا خانومی باشم، مثلا یکی بیاد بگه نه تو باید حجاب داشته باشی، میگه برای چی؟ مثلا میگه خدا گفته. خدا چیه؟ خب اصلا من خدا رو نمیبینم، چجوری وقتی یه چیزی نمیبینم بعد خدا گفته چی میگی؟ کو اصلا خدا کو اول، بعد حالا باشه حجابم میذاریم سرمون، بعد اصلا بعد خدا گفته باشه. به فرض اصلا آقا من خودم قرآن بارها خوندم، خدا هیچ جا نگفته آقا باید حجاب سرتون بذارید، تو قرآن هم جایی نیومده که باید حجاب بذاری سرتون. یه چیزی گفته آقا مثلا به مؤمنای پیغمبر، به مؤمنان و زنان مؤمن و زنان خودت بگو که حجابشون رو مثلا بکشن رو سرشون. نگفته باید حجاب داشته باشن، گفته بهشون بگو، یه پیشنهاد داده بهشون.
نگفته اصلا اینجوری که هست تو مملکت ما، که البته الان دیگه تموم شد این داستانا، ما عقبیم از داستان. ما همون آدم مذهبیاییم که مذهبیای کلیشه‌ای، مذهبیای متظاهر که فقط مثلا یه اشکالی رو تقلید میمونوار میکنیم که فقط به بقیه بگیم ما این کار رو میکنیم. مثلا اگه من مطمئنم خیلی از این مردمی که نماز میخونن، روزه میگیرن و کمک میکنن به فقرا و صدقه میدن و اینا، نمیدونم کارهای خیر میخوام بکنن، اگه یه جایی باشن که کسی نبینتشون، خب یعنی تو جامعه دیگه نباشن، دیگه مجبور نباشن یه جایی باشن که به بقیه بخوان جواب پس بدن که آقا مثلا نماز ظهر تو خوندی، مثلا ماه رمضان شو روزتو گرفتی، مثلا یا مثلا فلانی مثلا فقیره رو بهش کمک کردی. من مطمئنم مثلا یه سری آدم اینجوری نباشن یارو بتونه توی شرایطی قرار بگیره کسی دیگه بهش گیر نده، دیگه اصلا هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیده. یعنی خیلی از دیندارا من شک ندارم که به خاطر وجهه اجتماعی این کارو میکنن، برای اینکه تو جامعه جا افتاده، عرف، به خاطر اینکه این عرفه. همین الان مثلا پلیس نیرو انتظامی تو رو بگیره باش بحث کنی، میگه آخرش به اینجا میرسه که میگه این عرفه و قانون جامعه است، باید رعایت کنی، قانونه. بعد فکر کن که عقیده دینی، باور به خدا، چیزی که تو باید با دلت ببینی و باور کنی، تبدیل شه به قانون. وحشتناکه. یعنی تو باید یه کاری انجام بدی که هیچ باوری بهش نداری و تو رو محکوم کردن به اینکه باید مثل میمون زندگی کنی، باید مثل طوطی زندگی کنی، باید. بعد اصلا این جمهوری اسلامی، اصلا من یه باوری پیدا کردم، این حکومت، این جمهوری اسلامی یک نظام منافق پروره. یعنی خود اسلام داره ضد خودش عمل میکنه، یعنی جمهوری اسلامی داره ضد اسلام عمل میکنه. منافق در اسلام دشمنه. یعنی منافق یعنی چی؟ یعنی کسی که ایمان نداره و تظاهر میکنه به دین، به دینداری، تظاهر میکنه به اینکه من ایمان دارم. یارو ایمان نداره ولی به تو میگه که مثلا شکل ایمان داشتن و مسلمونی رو جلوی تو بازی میکنه. به این موجود میگن منافق. بعد اسلام، جمهوری اسلامی میگه آقا مثلا حجاب قانونه، تو مدرسه ها میگن آقا باید مثلا چادر سرت بکنی بیای، توی سری دانشگاه ها، تو ادارات چی اصلا قانونه. یعنی تو بخوای پول در بیاری تو این مملکت باید منافق باشی، تموم شد رفت. یعنی تو وقتی باور نداری، به دین باور نداری، به خدا باور نداری، باید ادای دیندارا رو در بیاری تا بهت آخر ماه پول بدن، حقوق بدن. یعنی اصلا متخصص مثلا برق باش، مهندس فلان باش، دکتر بهمان باش، نمیدونم مدیر فلان باش، با بهترین تخصصا، خب ولی باید دین داشته باشی، باید مثلا تظاهر به دین کنی تا تو اداره ها استخدامت کنن. خب این شوخی نیست که آقا. خب این که جمهوری اسلامی که شد دشمن اسلام، که خودش داره منافق به وجود میاره، داره میگه آقا منافق باید باشی، میگه باید تظاهر به دین کنی هر چند دیندار نیستی، باید رو سرت کنی هر چند باور نداری، باید نماز بخونی، باید فلان لباس رو بپوشی، باید فلان عمل رو تظاهر کنی بهش هر چند بهش باور نداری. نه واقعا میگم آقا، اگه شما واقعا دین داری، مثلا یا آدم مقیدی هستی، خب یه ذره خوب فکر کن. من دارم حرف بی خود میزنم، این واقعا منطقی نیست. عقل آدم عقلم داره دیگه. خب درسته اصلا آدم نماز بخونه زورکی، یه چیزی که باور نداره. مثلا فکر کنم من خدا رو نمیبینم، بعد وایسم باش حرف بزنم. با کی؟ مگه دیوانم با هیچ حرف بزنم؟ خیلی از این احکام اصلا هیچ درکی نسبت بهش ندارم. بعد خیلی راحت میگن که آقا اصلا خب تو قرار نیست درکی داشته باشی، اون کسی که باید درک داشته باشه داشته، تو باید تبعیت کنی. اطیع الله و اطیع الرسول، خود قرآن اصلا میگه. حالا نمیدونم منظورش همینه یا منظور دیگه ای داره، والا توش این جمله ها رو نوشته. حالا شاید به ما یه جور بدی آموزشش دادن، ولی به هر حال همینا هست. نمیدونم چی بگم به خدا، به همون خدایی که میگه چیزی چی بگم که باور کنی. بگم به خدا که
شما بفهمین چی رو باور دارین. من که خدا رو دیگه باور ندارمش تا وقتی که خلافش بهم ثابت بشه. هر وقت دیدم درکش کردم، حالا میگم خیلی خوب باش، حالا خدا گفته باش، حالا تازه فرض کن باور کنی. اصلا توی اون چیزای پستای قبلی گفتم که آخه آدم اول باید ببینه یه چیزی و بعد باورش کنه، بعد حالا بگه که خیلی خوب حالا بریم ببینیم بفهمیم. حالا میگه مثلا خب حالا که تو دیدی خدا رو، این حالا جهانه، این جهان خدا خلق، دیدیش، مثلا خدا فلان کارو کرد، تو دیدی، متوجه شدی اینو، خب حالا همون خداه میگه مثلا فلان بیسار، حالا همون خداه میگه فلان بیسار قرآن دیگه. یعنی الان همه میگن که آقا خدا رو که قبول داری دیگه، اگه خدا رو قبول داری پس خدا میگه فلان قرآن. خب حالا اون یه بحث. آقا اصلا فرض کن من با مشاهده، با مواجهه با جهان خدا رو درک کردم، افتادم تو این دنیاه، خب از هیچی نبوده یا یه چیزی اومدم تو این دنیا و خدا رو دیدم، گفتم ای خدا دیدمش. یعنی همونجوری که این درخت و این خودم رو میبینم، دست رو میتونم ببینم، خدا رو هم بتونم ببینم و درکش کنم کامل. میگم که خیلی خوب حالا که دیدم، حالا فرض کن اینا که مثلا میگم باورهای دینی رو میگن خب ملاکشون قرآنه دیگه، چون دیدن خدا ربطی نداره به دین داشتن. دین یه چیز دیگه است. اینکه تو اول خدا رو باور کنی، بعد مثلا حالا قرآن هم خودش باور کردنش یه چیزیه، بعد پیغمبرا خودشون یه چیزی ان باور کردنشون یه چیز دیگه است. یعنی تو اگه خدا رو باور کردی دلیل نداره که قرآن هم بهش ایمان بیاری، چون این قرآن یه چیز دیگه است. تو باید بفهمی که اینو خدا گفته، نه اینکه مثلا فکر کنی که نه یه نفری نشسته نوشته. خب حالا اصلا از کجا معلوم قرآن رو؟ همین قرآنی که میگیم که آقا نه دیگه اینو که دیگه قرآن گفته که. پس من الان گفتم آقا حجاب تو قرآن گفته که حجاب مثلا یه پیشنهاده تو قرآن، حجاب یه زور نیست که مثلا تو باید حجاب سرت کنی. مثلا فرض کن چه میدونم، اولا که حجاب که خب مال مؤمنینه، مال کافرین نیست که. کسی که مؤمنه باید حجاب داشته باشه، باید نماز بخونه، باید احکام دین انجام. کسی که مؤمن نیست اصلا نباید این کارو. خود قرآن میگه اصلا نباید. اگه این کارو کردی منافقی. بعد جمهوری اسلامی اصلا منافق پروره، به زور تو مدرسه ها و اداره ها و خیابون و اینا میگن آقا به همین سادگی یه دیکتاتوری گفته آقا این قانونه، باید هم همه این کارو بکنن. خب خودش داره منافق پروری میکنه. حالا اصلا از بحث خارج شدیم، میگیم که آقا اگه حتی به باور خدا رسیدیم و دیدیم خدا رو، چه ربطی داره؟ حالا برای چی؟ از کجا معلوم قرآن مال خدا باشه؟ یه نفر نوشته گفته آقا اینا رو خدا گفت با یه اهدافی، برای اینکه به قدرت برسه. خیلی ساده است آقا، به قدرت برسه. برای اینکه بگه کسی که این جهانو کسی که اینقدر قدرت داره که مولکولای بدن تو رو میتونه در جا ناپدید کنه، میتونه تو رو نیست کنه، میتونه تو رو قلبتو بایستونه، میتونه سیل و زلزله بیاره، میتونه زن و بچت و برادرت و پدرت و مادرت رو ازت بگیره، میتونه خودتو بکشه، میتونه هر کاری بخواد باید میتونه بکنه. با اینا بعد میگن اون کسی که سیل و زلزله میاره همون اون یه جهنم رو بهش خلق کرده ها. بعد تازه شروع میکنن میگن حالا تازه فهمیدی چقدر قدرت داشت، همون که اون قدرت داره میبرت تو جهنم، پوستتو میکنه، آتیشت میزنه، جر و واجرت میکنه، یا جاودانت میکنه در اون چه که نفس ها واقعا لذت میبرن ازش، دوستش دارن، میپسندنش. جویه های نمیدونم جاری عسل و شیر و حوریان بهشتی و بعد اینجا از حوریان جهنمی منعت میکنن که اونجا به حوریان بهشتی بدن. ولی ما نفهمیدیم این چه وعده ایه به ما میدن. یه کاری بالاخره بده یا خوبه؟ اگه بده خب تو میگی اینجا بده، بعد میگی که اون دنیا اینجا نکن که اون دنیا بتونی بکنی. خب این که نشد که بابا، همون کاره رو که اینجا نباید بکنی. بعد چرا اصلا چه جوری آدم میتونه یه چیزی باور کنه؟